صار فهمت كي صاحب دورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله مباركي جو مكاني ناو الله موفق بگردونه ما شاء الله دينت كريتي ما شاء الله حكاية كريتي شو يقول خدمة كنيمة بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى بركات شبتابو الشر فتنة الشيطان دور ممكنه الله أكبر إنيش بسم الله شما جزا خب الله موفقتون بگردونه جای حجامه رقم ها رو اکران میتونین که انشالله بیاین خب این برادران عزیز جای حجامه حاج مسلم در خدمت خیلی که میبینی دینت کریتی انشالله لگاتیپ همه چی اکا عثمان علی حدیشه خیلی خوب تنجی درکش دعا کنین حدیشه را انشالله که خداوند فرزندای صالح و صالحه نصیبش بگردونه و سالم و سالمه خیلی که میبینی دینت کریتی یعنی حلویات شیرینی و موندگی تو اینکه کار و بار نوشم او رو نیشه با انشاءالله الله برکتشون بده انشاءالله که کسی که حجامه میکنه در اینجا آب پا میمونن برای انسانانی که حجامه گیرن آوی انار آوی پیپسی و دیگه و تورتا خلاص که همه چی هست انشاءالله عین حال و بعدنش نمیدونیم بعدن باید باشه که آوی انار برای انسانانی که بعدن شد مکرونه ببینید این انشاءالله اینجا پول تایب قریبی باید همه طرفا خوب شون کنن اینجا تلویزیون میتونین که انشاءالله که ببینین جاری شمته این تلویزیون انسان ها تماشا میکنن کسی که حجامه گیره تماشا میکنه با قریبی پلی استیشن شون میزنه کسی که حجامه گیره بازی میکنه در چیز باشه اگر این اجیات سانیتار تازگی ماشاءالله خوبه خیلی که میبینین برای هر یک انسان الدل نه بانک موندگی الدل نه پارتا باینشون محکم میشه و از دینت کریت هم روی کردگی هستیم به خاطر که یعنی دچم بتوا خیلی که میبینین کارتینکاها برای انسانانی بیسپلودی برای انسانی که گردنشون در میکنه برای воспаление слухов, нервы, все такое и так далее, гуфтига по, и на фитабочка барой инсонаны ки бигем пошон раг мекаша стамара дар мекне. Дига و دیگه نوعی دردها دارن. برای همونا انشالله توصیه داده میشه عین حال نو تازه تا حال یگان کسی شتگی نیست یعنی بخاطر دینت کریته کسی که انشالله که حجامه بیایه اینومی صلاح حجامه بگیر انشالله که برای شما تخفیف کرده میشه عین حال دینت کریته او پگاه یکم انسانی که یکم انسان میایه برای همونها پدر که حجامه بپل پگاه کسی که یکم آدم هم خیلی ماشاءالله بهترین خب الله سبحانه وتعالى برکاتشون بده نقشون دعا کنین هم حجامه میکنن مثلا برادرها را حجامه کردن دامش تماشا کنین حجامه بانکا واکوم نی بانکا مگنیت نی بانکا اپارات نی میگیم مساج و همچنین همین گونه اپارات ها در فروش هم هستن خیلی که میبینین بینی اپارات یعنی مساج میکنن با اپارات مساج میکنن هم روچنای هم اپارات نی مساج هم واکوم نی مساج هم مگنیت مساج خیلی که میبینین یه مرتبو حضرت نه خیلی که میبینید خیلی میلرزونه به حد جای دردمند با درد اکثریت مردمی که تاکسی کار میکنه پاش اینجاشون درد میکنه یا که اینجا خلاص که خودتون میتونید مساج کنید میتونید که هم چیزا رو خریداری کنید در دوشنبه هم هستن در قرغان هم هستن در قرغان در بازار حاجی شریف در دوشنبه در طرف کاروان سیتی کاروان خودش زدن دل نه کاروان سیتی در بیرون هم با بیرون سیونکش میکنیم لگاتیپ داره میبینین انشالله سه متر میبروین اطراف دست راست اطراف دست چپ اگر یکم درد میبروین سه متر دیم درد کارخانه برادرمون مسلمه صلاح جوان سید تناش میتونین که بیاین خب دیگه چی گفتنی هستیم همه دیگه معینه بسیاریت امور میشناسین میتونین که بیاین انشالله فردا یکم انسان که حجامه میگیره برای اونها توفه کرده میشه حجامه خب الله سبحانه و تعالی از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم و طلب دعا میکنیم و تمنا میکنیم و آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی هر کاری که میکنن چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه انما الاعمال بالنیت هر عمل های ما به نیت ما وابسته است عمل های ما دعا میکنیم که عمل های برادر و عمل های ما و عمل به آخر رسید ان شاء الله دعا میکنیم که از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم هر چیزی که برای خودمون میخوایم برای برادرامون میخوایم عثمان جان
نیده و نگفت گپو نو زن گرفت. الله سبحانه و تعالی موفقش بگردان. در حقش دعا کنین که پروردگار را براشون فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب بگردانه که همیشه با طاعت عبادت الله باشن و خدمتگار دین مبین اسلام باشن و اطاعت پدر و مادر بکنن. و همچون که بگیم برادرها شدن که مصلحین جو مکانی که این حال میبینیم جمعه هر نیت اعمالی که دارن یعنی انما الاعمال بالنیات. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میشه که هر عمل های ما با نیت وابسته است. از الله تعالی میگیم نیتشون خالص به خاطر الله باشن و برای که برادران ما و شما سلامتیشون خوبتر شود و از این کارشون الله سبحانه و تعالی برکتشون عطا بفرماید تا اینکه در دین اسلام خدمت کنند برادرایی که نیازمند هستند اونها را کمک کنند. و همچنان که این برادر که ما میبینیم اکبو بخون یعنی این نتیجه نهای پتالکو میبینی که بالا نشمتی این میاره ها این برادر بگیم که الحمدلله که دستش قیامت به خاطر برادرانش ده همین نتیجه رو بپل کرد تنها به خاطر الله. و کدامت که انشالله که نتیجه میخواین در شهر مسکو اوتیس در شهر دوشنبه قرغنتب هر کجایی که باشه در تاجیکستان یعنی میتونید که رقم هایی که میبینید در روی اکران نتیجه نوشته در اونها زنگ بزنید که با بخون در خدمت نتیجه چند نوع میکنه یعنی سویت نوع میکنه بگیم صورت دار فوتوپیچه دیگر نوع بسیار نوعاش من فیگور را راست میکنه چه خیلی که معقول تون باشه همین خیلی الله نیابانشون باشه. با اون خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که یعنی برادران ما تنها خاص به خاطر الله برادری باشه تا اینکه الله سبحانه و تعالی روز قیامت به هم یک جا بخیزیم. که حسن بصری رحمت الله علیه میگه برادرانی که دوستی به خاطر الله میکنن اونها را زیاد بکنین یعنی دوستی به خاطر الله زیاد باشن دوستان تا اینکه روز قیامت اونها سبب شفاعتگری شما باشن. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه که در حدیث مبارکشان لا تصاحب الا مؤمنا یعنی به خودتان دوست مگیرین مگر که مؤمن و مسلمان را ولا یاکل طعامک الا تقی یعنی طعام تو را هیچ که نخره مگر مسلمانی تقوادار. به خاطر که مسلمانی تقوادار خانه دوارده یک اون کم بدی اون چیزی که در خانه دید او را در دیگر جا افشار نمیکنه. اگر مسلمانی منافق باشه بدبخت باشه نعوذ بالله و چیکار میکنه در خانه میدره خاندان را نگاه میکنه در دیگران میراث خونه که زنش خشروب بدی خواهرش خشروب نعوذ بالله دیگه و دیگه همین گپا را افشار میکنه. از همون خاطر یعنی وقتان دوستان خوب را به خاطر الله زیاد کنین تا اینکه روز قیامت شفاعتگرتان باشن. باقی در امان الله باشین در حق برادرها دعا کنین تا اینکه خداوند در هر دوی برادرها برکت عطا بفرمایه و فرزندهای صالح نصیبشون بگردانه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خاب وقدر أماني الله. این حجامه سرشید در بازار کاروان یکمین نفر بله در ازدین کاروان سیتی یکمین نفری که حجامه کیسه عثمان علی این برادرای انشالله که میتونین که بیاین با جا و مکانی ما را نه پیش حجامه کردن خیلی مساج میکنن ببینین چه خیلی حال نی بدن همه لرزونه اپارات مساج کنه خطی هم روچنای مساج میکنن نه عثمان علی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران میتونید که بیاین انشالله که در خدمتتون دوشنبه اینه که کاروان سیتی داریم کاروان چقدر بود هم کاروان سیتی سهم اتاج میبرین طرف چپ میگردین انشالله که راست میین مو دامجی بیاین انشالله که مو در خدمتتون آدمایی که نفری که دورین داره استراخاندروز داره پراستاتیت داره و چی داره مثلا برای بیس پیلو داره برای سر دردی مثل برای هر کدامش باشه مثلا که بیاین انشالله که در خدمتتون. خب انشالله برادران عزیز در روی اکران میبرین انشالله که میتونید که زنگ زنید از ساعت 8 سر تا ساعت 4 کار میکنین. خب انشالله برادران عزیز شما که میبینین حجامه در سطح اعلا اون افتا بوچکه ای دوری مایده میتا در اصل کلانه. خب اینه نشون بده بخیر خودش انجام میکشم بچه چی مجبورش داری؟ یا هم کس نبینش با چشمش کنه این اکر بلال انجام میکشم بچه تو چی مجبورش گیستی. خب برادران عزیز نه حجامه بیاین ایالا کسانی که پاش رگ میکشن پاش خواب میبره
میتوانید که حجامه کنید. رقم ها در روی اکران 976 13 13 13 بزرگ کاروان. خلاص انشالله یوم باشه پرتا. این نوبت برادر دیگری حجامه کسانی که سمون کسانی که مثال تا پشتاشون نرک میکنن پوچک میبرورن برای همونها را فایده خوب داره. پشت تازه میکنه. کسانی که اینجا شمال خوردگی پشت در میکنه اینجا برای همونها به نهایت منفعت خوب داره. در میکنه اینجا کسی بعد از اینجا شمال خوردگی نمک میگیرن. اینجا چی؟ رنگ نمک گرفتگی و ریایده کلتا منتظر انشالله که حجامه به نهایت فایده خوب داره. یه نرک کافی ده انشالله زی مساج حاجی مسلم چو کردی حضرت؟ خوب ایزیم از خورا سر کردیم میتونیم که بین شده رقم ها روی اکران بله بزرگ کارون سیتی 976 سه 13 13 13 13 13 نه رقم ها بوده اینجا چپانه بوده اینجا 76 نه حجامه میکنی خیلی اپرات مساج کردی لیسته اینجا بانکورا میمونن مگنیزی بانکورا میمونن خنیکری تو که خنیکری بکشه بگیره یعنی ماشاءالله عثمانی در خدمت انشالله که در خدمتیم. انشالله که یک با حیات سالم میبریم. بارک الله حضرت اشوشینی بعدی خون گرفتن ای سر سر فهمید که صاحب داره اینه خیلی انسانی که پاچه هاشون رگ میکشه خیلی خون که میگیری سبک چی سرده؟ ماشاءالله بارک الله. این حجامه فایده خوب داره. حاجی مسلم همین جنبی تمام بیا اینه گنی